داستان فیلم از جای شروع میشه که مورفی یه مردی که به نظر میرسه متأهل باشه، ولی ما تا آخر فیلم نمیفهمیم که ازدواج کردن یا فقط همخونه هستن، با اومی دختر 20 ساله‌ای که از مورفی یه بچه 2 ساله داره روی تخت در حال رابطه جنسی ان و از اینجا فیلم شروع میشه. اما رابطه جنسی که بین این دو نفر هست اصلا انگار خوب پیش نمیره. انگار که مورفی از رابطه با اومی، زنی که کنارش دراز کشیده، راضی نیست. بیرون داره بارون میباره که ناگهان یه تلفن باعث میشه که مورفی از خودش بیرون بیاد و با جواب دادن به تلفن ما با یه فلاش بک وارد گذشته زندگی مورفی میشیم. پشت تلفن مادر دوست دختر سابق مورفی یعنی الکتراس حال دخترشو میخواد از مورفی بپرسه و میگه 2 ماهه که از دخترش هیچ خبری نداره. آخرین باری هم که دخترشو دیده دخترش حرف از خودکشی زده. با این تماس ما به گذشته مورفی میریم. گذشته‌ای که توی تمام لحظه‌هاش دختری به اسم الکترا حضور داره. الکترایی که اولین های مورفی رو توی عشق، رابطه جنسی، ماجراجویی‌های عجیب و غریبی که مورفی بعد از الکترا با هیچ کس نتونست اونها رو دوباره زنده بکنه توی خودش و لذت ببره از هر چیزی. ما توی گذشته و فلاش بک متوجه میشیم مورفی مرد آمریکایی که از نیویورک اومده پاریس فرانسه برای خوندن درس فیلمسازی و آرزوش ساختن یک فیلم هستش درباره سکس، اونم رابطه عاشقانه و جنسی که رک به تصویر کشیده بشه. ولی هر چقدر که جلوتر میریم بیشتر میفهمیم که مورفی هیچ چیزی از عشق سر در نمیاره و تمام اون انتظاراتی که از عشق داره غیر واقعی هستند. این دوتا میرن سر قرار اول عاشقانه شون، بعدم شروع میکنن به برقراری رابطه جنسی. همه چیز بینشون سری میگذره. رابطه جنسیشون هم خیلی وحشیانه هستش چون جفتشون آدمای ماجراجویی هستن، دوست دارن همه یه فانتزیای جنسی رو با همدیگه تجربه بکنن. الکترا یه پیشنهادی به مورفی میده، میگه بیا یه نفر سومو وارد رابطمون کنیم و اون نفر سوم باید بلوند و چشم آبی باشه و این فانتزی جنسی منه که دوست دارم واقعیش کنم، یعنی انجامش بدیم. همون روز اونا دختر همسایه‌شون رو میبینن که دقیقاً موی بلوند و چشم آبی داره، درست مثل فانتزی الکترا و مورفی، و اون نفر سوم که آرزو داشتن اون شکلی باشه. پیداش میکنن. اسم این دختر اومیه. الکترا اومی رو دعوت میکنه به یه کافه، باهاش صحبت میکنه و بعد یه قرار میذارن و یه شب هیجان انگیز و تا صبح 3 نفری با هم دیگه میگذرونن تا اینکه یک روز الکترا آخر هفته خونه رو ترک میکنه و خونه خالی میشه. مورفی میره به سمت اومی و پیشنهاد درخواست رابطه جنسی مخفیانه بهش میده. اومی هم قبول میکنه و همین رابطه جنسی به بارداری اومی ختم میشه. اومی هم از اون دخترایی نیست که بخواد بچه‌شو سقط بکنه، برای همینم مورفی میفهمه که باید همه چیزو به الکترا در مورد اومی و باردار شدنش بگه و اینکه باید چه تصمیم بگیره. الکترا و مورفی فکر میکردن میتونن رابطهشون رو این شکلی ببرن جلو که هر دفعه یه چیز جدیدی رو از نظر جنسی با هم تجربه بکنن، ولی الکترا یه اشتباه کرده بود توی این معادله که برای زندگیش چیده بود و اونم اینه که مورفی یک مرده و تا یک جایی میتونه توی ماجراجویی ها پیش بره، از یه جایی به بعد ممکنه که درگیر بشه و مورفی درگیر اومی شد. چون که اومی باردار شده مورفی مجبور میشه بمونه پیش اومی که ازش مراقبت بکنه. از اون طرف هم الکترا کلا رابطه رو با مورفی قطع کرده به خاطر خیانتی که مورفی بهش کرده. اصلا یک لحظه هم نمیذاره مورفی ببینتش و مورفی یاد اون حرفای الکترا میفته که قبلا بهش میگفتش که اگه یه روز بخوای به من خیانت بکنی و یا کار بدی رو در حقم بکنی منتظر کارهای غیر منتظره از طرف من باش. و حالا همه اون روزا دارن سر مورفی میان و مورفی هر کاری میکنه نمیتونه الکترا رو پیدا بکنه چون همش با در بسته روبرو میشه. و مورفی میبینه خونه الکترا دوست صمیمیش خولی قبلا به مورفی و الکترا کوکائین میفروخت و حالا الکترا با مصرف زیاد کوکائین و رابطه با خولی مشخصه که داره از مورفی انتقام میگیره و معلومه ته این انتقام چه بلایی سر خودش میاد. الکترا قبلا به مورفی گفته بود که اگه یه روزی مرتکب یه اشتباهی بشه دست به کارهای جبران ناپذیری میزنه، یعنی اگه بفهمه که مورفی بهش خیانت کرده باید منتظر اتفاقای بد توی رابطش با الکترا باشه و حالا همون روزا رو مورفی به چشمش
داره میبینه. مورفی آرزوی ساختن یه فیلمی رو داشت که اونقدر موفق بشه و بترکونه که تهیه کننده برای داشتنش سر و دست بشکنن، اما هیچ وقت موفق نشد همچین فیلمنامه‌ای بنویسه. توی یه کلوب یه تهیه کننده فیلمنامه‌شو خوند و بهش گفت این آشغاله و هیچ کسی اینو اصلا نمیخره. از اون طرف استرس این که نمیتونه فیلمنامه‌شو بفروشه روی رابطه عاشقانش با الکترا هم تاثیر بدی میذاره و شروع میکنه هر دفعه به این رابطه گیر دادن. مثلا موقعی که الکترا میخواد بره کافه یا کلوب تنهایی، وقتی که مورفی میفهمه بدون اجازهش رفته کافه، شروع میکنه به قرار گذاشتن با زنهای دیگه و اینجوری الکترا رو از آینده رابطه نگران میکنه و همیشه رابطهشون پر از استرس از آینده و نگرانی و خیانت. مورفی بارها و بارها تو این رابطه به الکترا بدون اینکه بدون خیانت کرده. با وجود دعواهای سنگینی که با هم میکنن، اما رابطه جنسیشون همچنان عمیقه و هر دو دوست دارن همدیگر تحت فشار قرار بدن تا اون خواسته های عمیق جنسی خودشون رو برآورده بکنن. مثلا به کلوب های عجیبی میرن که توش زنها و مردها هر کدوم به صورت دسته جمعی و گروهی، در حالی که پارتنر وارد کلوب میشن، اما پارتنرها هر کدوم با مردها و زنهای دیگه در حال رابطه هستن. از طرفی با اینکه مورفی و الکترا به این کلوب ها میرفتن، سکس داشتن، بسیار زیادن با هم که سکس داشتن، رابطه جنسیشون خیلی پر حرارته، ولی در عمل مورفی اینجوری نیست. به الکترا شک میکنه، اونم زیاد. مثلا موقعی که الکترا بدون اجازه مورفی جایی میره به گالری کلوب جایی میره، مورفی توی ذهنش توهم میزنه که الکترا حتما رفته برای اینکه بهش خیانت بکنه، مثلا با صاحب گالری داری به اسم نوئه، حتما داره بهش خیانت میکنه، حتما داره باش رابطه جنسی برقرار میکنه، در صورتی که اصلا الکترا این کارا رو نکرده بود. فقط اینا توهمات مورفی بودن و این توهمات باعث دعواهای شدیدش با الکترا میشد، باعث میشد که مورفی مکررا به الکترا خیانت بکنه، استرس برای رابطهشون درست بکنه و الکترا رو نسبت به آینده رابطهش با مورفی نگران بکنه و شاید هم همش برگرده به اینکه مورفی هیچ درک درستی از عشق، هیچ وقت تصوری از عشق به صورت واقعی نداشت و فقط حرفشو میزد. چیزی که بدتر میکنه زندگی مورفیو اینه که هم الکترا رو از دست داده، همین که هیچ وقت دنبال رویای بزرگش که فیلم سازی یکیش بود هیچ وقت نتونست بره، برای اینکه یه بچه 2 ساله داره و بچه دومش رو هم زنش بارداره، اونم زنی که قرار نبود باهاش باشه و اتفاقی باردارش کرد. و صحنه آخر صحنه‌ای که مورفی توی وان حمام نشسته و داره به روزایی فکر میکنه که برای آخرین بار الکترا رو توی همون وان میبینه، آخرین باری که این دوتا با هم بودن و ما تو این صحنه میبینیم که مورفی داره بهش فکر میکنه. اینجا جاییه که الکترا و مورفی متوجه شدن که اونها همون چیزایی نیستن که فکر میکردن. مورفی توی وان شروع میکنه به گریه کردن و تصور میکنه که الکترا الان میاد و بغلش میکنه، اونم الکترایی که بچه‌شو به جای اومی بارداره. و اینجا مورفی تصور میکنه که روزای خوب و خوشش با الکترا دوباره برگشتن و دوباره میتونن به هم دیگه بخندن و همدیگه رو در آغوش بگیرن. اما خب اینا همش توهمات مورفیه، هیچ اتفاق خوبی قرار نیست براش بیفته چون همه چیز از دست رفته. برای همینم شروع میکنه به گریه کردن. از اون طرف اومی مورفی رو توی وان میبینه اما برمیگرده. اون میفهمه چیزی هستش که اون نمیتونه حلش بکنه. اون میدونه که نمیتونه به مورفی کمک بکنه چون مورفی کمکش رو نمیپذیره. مورفی میدونه که هیچ کاری نمیتونه که گذشته رو درستش بکنه. از یه طرف الکترا با مصرف مواد نابود شده، از این طرف مورفی رابطه خوبی با کسی که داره باش زندگی میکنه یعنی اومی نداره. از یه طرف دیگه هم بچه 2 ساله مورفی پدرش رو توی این وضعیت داره توی وان میبینه که داره گریه میکنه. اینجا ما باید بفهمیم که مورفی نه پدر خوبی برای بچهشه، نه برای همسرش میتونه مرد خوبی باشه و نه برای الکترا توی گذشته پارتنر خوبی بود و این آدم جن زد به زندگی چند نفر. عجب فیلمی. به نظر من بهتر از این فیلم هیچ فیلمی نمیتونه به این اندازه بی‌مسئولیتی و هوس‌بازی یک مرد و یک زن و هیچ فرقی نمیکنه. همه چیز با هم، یه پکیج کامل این فیلم، از سکس، از وفاداری، از عشق و عجب فیلمی بود که من دیدم. توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید. شاید در نظر اول به نظرتون بیاد که این فیلم یه فیلمیه که پر از صحنه‌های پرن فلان اینجوریه اونجوریه، ولی ببینید فرق داره.